اتچمنت براتون آوردم، یعنی خوراک گیم پلی گرفتم برای یوتیوب، مخصوصا تو مود جدید. یعنی هر چی از این اتچمنت بگم کم گفتم. سرعت که عالیه و واقعا بهترین چیزش سرعته و اینکه شما مثلا انمی رو ببینی ایم رو واکنی بگیری روش تموم، بعد مثلا یه انمی مثلا یارش هم بغلش باشه سریع شما میتونید همونم بزنید. توصیه میکنم که با این اتچمنت زیاد موومنت نزنید و وقتی انمی اومد سریع فقط این موز کنید بگیرید روش. توی مود اینجوریه، سریع این موز کنید بگیرید روش و اینکه این اتچمنت خیلی سریعه و اینکه ببینید فقط این موو کنید بگیرید روش. مهمترین چیز همینه. تو این چند روزه که این مود اومده، این اتچمنت مخصوص این مود است. همه یوتیوبرها دارن میگن یعنی این مود فقط تمکانی که باید بکشید اول بازی بیوایه، مخصوصا اگه اتچمنت خوبی داشته باشه که قراره این ویدیو بهتون بدم. فقط گیم پلی رو ببینید عشق کنید، گیم پلی ببینید عشق کنید. یعنی دیگه چی واقعا باید بگم، این اتچمنت همه چیش خوبه، واقعا هیچ چیز بدی نداره. سرعت بالا، فقط ممکنه بعضی وقتا وان شات نکنه، تضمین نمیده که همش براتون وان شات کنه. بهترین چیزش همین این گرفتن سریشه، سری میتونید باز کنید بزنید و اینکه مثلا شما مثلا میرید تو مود برید فارم توی خود مثلا چند نفر هستن دیگه، مثلا سری میتونید شما همه رو بزنید. مثلا 4 نفر باشن شما ایم رو بکنید 4 نفر رو میتونید بزنید. بچه این اتچمنت میتونید راحت کارتون برید لیدربورد و اینکه غیر لجند و لجندری هم نداره، یعنی هیچ فرقی نداره لجند با غیر لجندری. یعنی اگه غیر لجندری باشه همونجوری میزنه، لجند هم باشه همونجوری میزنه، فقط کیل افکت و ایناش فرق داره دیگه. و اینکه این بیوای یعنی همه چی تمامه دیگه. فقط اتچمنت رو ویدیو براتون بذارم. لایک و کامنت یادتون نره.